خیلی خوش اومدید به بخش دوم مهارت طراحی وب و تبدیلش به یه شغل پولساز و پردرآمد. عالیه، مهارت‌ها رو داریم، پورتفولیو هم آماده است. حالا وقتشه که بریم سراغ اصل مطلب، پول درآوردن. وارد بخش دوم میشیم، یعنی اداره کردن کسب و کارمون. و قبل از هر چیزی یه قانون طلایی هست که باید تو ذهنمون حک بشه. همیشه، تاکید میکنم همیشه، قبل از اینکه حتی یه خط کد بنویسیم باید بین 30 تا 50% هزینه پروژه رو به عنوان پیش پرداخت بگیریم. این یه قانونه، چون هم از وقت و انرژی محافظت میکنه، هم نشون میده که چقدر مشتری جدیه. خب چطوری قیمت بدیم؟ 3 تا راه اصلی داریم. یکی نرخ ساعتیه که برای پروژه های خوبه که خیلی مشخص نیست تهش چی میشه. دوم یه قیمت ثابته که برای پروژه های کاملا تعریف شده عالیه و اکثر فریلنسرها از این استفاده میکنن. و سومی مدل حرفه‌ای است که قیمت گذاری بر اساس ارزشه. اینجا ساعت کاری رو نمیفروشیم، اون ارزشیه که برای بیزینس مشتری ایجاد میکنین و قیمتش رو مشخص میکنه. این همون جاییه که قیمت و پولای بزرگ رو تعیین میکنه. مشتری از کجا پیدا کنیم؟ خبر خوب اینه که با پلتفرم‌های فریلنسری میتونیم این کار بکنیم. تو لینکدین شبکه سازی کنیم، بازاریابی محتوایی، وبلاگ نویسی، اینا همیشه جواب میده. کسب و کارهای دور و برم میتونیم دست کم نگیریم. بهترین کارم اینه که از ترکیب چند روش با همدیگه استفاده کنیم. یه نکته خیلی مهم که حکم کمربند ایمنی داره. هرگز و هرگز بدون یه قرارداد کارو شروع نکنیم. قرارداد امضا شده، این جلوی هر سوء تفاهم رو در آینده میگیره، هم برای شما هم برای مشتری. تا اینجا یاد گرفتیم که چطوری فریلنسر موفق باشیم. حالا ما به این قانع نیستیم، میخوایم تو بخش بعدی یه لول بریم بالاتر. چطوری میشه از یه فریلنسر ساده به یه برند و کسب و کار رو به رشد تبدیل شد. اینجا یه دورایی خیلی مهم هست که میتونه کل بازی رو برامون عوض کنه. عمومی کار باشین یا متخصص. فکر کنین مثل یه پزشک عمومی باشین و همه رو ویزیت کنین، یا میتونین یه جراح متخصص باشین. وقتی برای همه سایت طراحی میکنین رقیب زیادی دارین، ولی وقتی متخصص میشین، مثلا برای پزشکا یا مهندسا سایت طراحی میکنین، این رقیبتون کمتره و میتونید پول بیشتری بگیرید. و یه کار دیگه هم میتونین انجام بدین که هر ماه پول کامل بگیرید. مثلا با پروژه های تک تک اول شروع میکنین، ولی در آینده به مشتری ها بسته های تک به تک و یه پشتیبانی بهشون میدین. یه قالبای کیتی هست که بهشون پشتیبانی میدیم، میفروشین با مشاور و آموزش، بدون اینکه سخت باشه درآمدمون رو چند برابر میکنیم. و اما قول مرحله آخر، بزرگترین مرحله رشد شما چیه؟ از یه از یه فریلنسر معمولی میتونید یه تیم بزرگ، یه آژانس بزرگ بسازید و هیچ محدودیتی برای گرفتن کارهای بزرگ ندارین. اینم که برای خودتون یه شرکت درست میکنید و خیلی عالی میشه. از روزی که یه خط کد دارین مینویسین تا روز آخر که برای خودتون شغل درست میکنین. و حالا این سوال از شما میکنم، با همه چیزایی که گفتیم اولین قدم چی قراره باشه؟